درود بر شما دوستان عزیز و ارجمند. من امروز حالم خیلی بد شد و دوستان عزیز زنگ زدن به آمبولانس دبی، اومدش منو بردن بیمارستان دبی، هاسپیتال دبی. جا داره از آمبولانس دبی تشکر بکنم، جا داره از متخصصین، پزشکان و افرادی که در دبی هاسپیتال منو همراهی کردن، کمک من کردن، جا داره ازشون تشکر بکنم. اونجا قسمت پیارو اومدن پیش من و یه برگه به من دادن و خواستن که رایگان کارهای من رو انجام بدن. جا داره از اون دوستان تشکر بکنم، جا داره از شیخ محمد تشکر بکنم که این جا رو برای ما ایرانی ها فراهم کرده که بتونیم در این کشور ما زندگی بکنیم. و سپاسگزارم از تمامی دوستان و عزیزانی که چه اماراتی و چه ایرانی هستن. دوستتون دارم، واقعا متشکرم، لطف کردی. درود بر شما. حال خوب امشب من مدیون پزشکان و پرسنل خوب دبی هاسپیتال و پرسنل عزیز اونجاست و باید تشکر بکنم از شیخ محمد بن راشد. واقعا دستتون درد نکنه و حکام دبی، دوستان دبی، دستتون درد نکنه که حال خوب و امروز بعد از بیمارستان به من دادین. دوستتون دارم. مرسی.